سال 2050 تهران مثل همیشه زنده است، اما حالا درخشانتر، آرامتر و هوشمندتر. از برج میلاد گرفته تا میدان آزادی، همه چیز با فناوری‌های نو جان تازه‌ای گرفته. اینجا خونه آراده. هر صبح پرده ها خودشون کنار میرن. صبحونه با کمک یه ربات بامزه آماده است و یخچال خودش خرید میکنه. همه چیز هماهنگ با نیازهای خانواده است. آراد راهی مدرسه است، اما نه با ماشین، با قطار معلقی که در سکوت مثل نسیم از بالای شهر میگذره. همه چیز دقیق، ایمن و دوستدار محیط زیسته. مدرسه آراد پر از فناوریه. تاریخ رو با عینک‌های واقعیت افزوده میبینه. ریاضی رو با بازی‌های هوشمند یاد میگیره و معلمش یک هوش مصنوعی با قلبی مهربانه. بعد از مدرسه آراد با پدرش در میدان آزادی قدم میزنند. درختها با احساس آدمها رنگ عوض میکنند و شعر سعدی از میان نورها میدرخشه. مامان آراد در مزرعه عمودی با ربات‌ها به گلها رسیدگی میکنه. باباش هم توی یه دفتر هولوگرافیک با آدم‌هایی از سراسر جهان کار میکنه. شب دور همند، شام گرم، فیلم ایرانی قدیمی. اینجا در آینده خانواده و ایمان هنوز مهمترینند. تهران در سال 2050 شهریه که در اون فناوری و فرهنگ دست در دست هم زندگی رو زیباتر کردند. اینجا آینده با قلبی ایرانی میتپه. ساخته شده توسط AI تیم.